معمار و دفتر معماری از دنیا در این مسابقه شرکت کرده بودن. این برنده شد. اما پیش از این شما یک تجربه خیلی درخشان در خود اون فرهنگ سرای کاخ مرمر رو شما ساختید. بله، من در زمان چند سالتون بود؟ من از زمان میدونید در ایران رسم بود که ما که خیلی رسم درستی بود، رسم قدیم هم همینطور بوده که از دانشجویی کار میکردیم. یعنی من از سال دوم دانشگاه کار میکردم با مهندسین دیگه و نهایت فعالیت میکردم ایناست. و مثلا استاد من در دانشگاه تهران در سالی که فارغ التحصیل شدم مدرکم آقای دکتر نادر اردلان بودن که ایشون البته بسیار مهندس عالی قدری هستند و در دانشگاه هاروارد سالها تدریس میکردن، تحصیلاتشون از همونجا کردن و بعدم در سرتاسر دنیا کتاب‌ها و مطالعات ایشون به خصوص در معماری اسلامی بی‌نظیر است. فوق‌العاده مرد محترم و دانشمندی هستن. استاد من بودن. بعد از اینم که درسم رو تمام کردم یه مدتی با خود ایشون در یک مؤسسه‌ای به نام ماندالا کار می‌کردیم در شهرسازی شهر ماهشهر و در بعضی از ساختمان‌های مختلف در ایران کار کردیم، دانشگاه همدان و غیره. و بعد هم یک مدتی و در بعداً این ساخت دفتر اولیا حضرت فرح در اون زمان تصمیم داشتن که کاخ مرمر رو که کاخ سلطنتی قدیم بوده است و استفاده نمی‌شد تبدیل بکنن به یک مرکز فرهنگ سرا و البته موزه نگارستان هم در مجاورت اون تأسیس شده بود. تصمیم بود که این باغ رو و ما پیشنهاد کردیم که در این برای که از محبته و باغ و درخت‌ها کم نشه در زیر زمین این بنا ساخته بشه. یه ساختمان بسیار فوق‌العاده زیبا و دقیقی طرح شد و بندم مسئولش بودم و بعدم حتی مدیر پروژه بودم در محل و دفتر خیلی مشهور انگلیسی اووروپ اند پارتنرز که ساختمان اپرای سیدنی رو ساختن و مهندس استراکچر ساختمان شهیاد آریامهر هم بودن. در اون ساختمان با ما کمک می‌کردن از نظر مهندسی ساختمان استراکچر بود و من در تهران اون ساختمان رو انجام میدادم که ولی البته بعد از مدت‌ها معوقمون اون ساختمان ساخته نشد. یعنی ما در موقعی که من از ایران رفتم بیرون تقریبا ساختمان اصلی ساخته شده بود، اما این رو تا بیان تزیینات بکنن و کامل بکنن معلقمون و تازه در حدود چند سال قبل 2-3 سال قبل این ساختمان تمام شد و الان در اونجا هست. ولی البته دیدم ساخته شده، اسمی هم از بنده در جزو مهندسینش نیست، ولی به هر حال ساختمان تمام شده. اون ساختمان رو من کار می‌کردم. خسته نباشید. آقا باید بریم این بنای حیرت انگیز رو ببینیم. شگفت و چقدر زیباست. بنابراین شهیاد رو مهندس امانت ساختن همیانانه و کار درخشان آقای مهندس فریبرز صهبا. با آقای صهبا روزهای آیندهم خواهی بود. ایشون 3-4 روزی در لس آنجلس هستن. میخوام از این فرصت استفاده کنم بیشتر راجع به معماری ایران مطمئن باشید چیزهایی که از زمان صهبا میشنید قبلا نشنید. به نظر من ایشون به طور هنرمندانه فلسفه و معماری رو به هم ترکیب کرد. یعنی جا به جا نظرات فلسفی رو میشه در کارهای آقای صهبا دید. چرا 9 تا دریاچه دور این؟ بله این علامت ببینید 9 دور این بناست. 9 یعنی ساختمان‌های معابد بهایی هیچ میتونن کاملا از هر نظر آزاد، یعنی محدودیتی ندارن. فقط این عدد 9 در این ساختمان‌ها خیلی تکرار میشه. شما میدونید که در حروف ابجد و همینطور در سانسکریت و همینطور در هیبرو زبان‌های کهن عالم انسانی رابطه است ما بین اعداد و حروف. درست. و در این به حروف ابجد عدد 9 معادل است با عدد بها، یعنی نور، که حقیقتا نور و جلال الهی از نظر دیانت بهایی اسم اعظم خداوند است. زیباترین اسم خداوند این جلال و نور هست. نور بها این عدد 9. این رو شما خواهش می‌کنم اون 9 دریاچه دور ساختمان را. بله. و این عدد 9 در این حال سمبل اتحاد است، زیرا در عالم هندسه اگر نگاه بکنید از 1 تا بیلیون هر واحدی نگاه بکنید 1 2 3 4 تمام اینها در 9 موجودند و تا 9 و از 9 به بعد 10 1 هست و 0، 11 1 هست و 1. یعنی تنها عددی که همه اعداد عالم
ریاضیات درش موجوده 9 است. یعنی 9 در واقع میشه گفت که سمبل اتحاد عالم ریاضی، ترجمان بی‌نهایت. و بنابراین این عدد 9 به عنوان سمبل اتحاد همه ادیان و همه انسان‌ها، برای که وحدت حق، وحدت خداوند، وحدت ادیان و وحدت عالم انسانی، 3 اصل مهم دیانت بهایی است، باید در این ساختمان مشخص باشه و اینم در اون می‌بینید. ولی این چیز این است که بر اساس معماری سنتی ایران که بادگیرهای ایران هست، گرما یکی از مهمترین مسائل در هندوستان است و در داخل یک ساختمانی بعضی وقتا درجه حرارت به 50 میرسه و این استخاری که می‌بینید از این زیر این هوا فواره ها، هوا داخل این ساختمان هوای خنک رو میبره و از بالای ساختمان، درست مثل بادگیر، باد وقتی حرکت میکنه بالای ساختمان باز هست و هوا رو، باد که از اون بالا حرکت میکنه هوا رو میکشه، وکیوم میکنه، میکشه به بالا و در نتیجه اون هوا باید جاشو یک هوای دیگه بگیره. هوایی که از روی استخرها حرکت میکنه میاد داخل سالن میشه و مردم که اونجا نشستن میوزه بهشون. یعنی درست ایده بادگیر در ایران در این ساختمان به کار رفته. ما این رو در امپریال کالج لندن به وسیله سموک تست، یعنی یه مدل درست میکنیم از روشن شفاف و در داخلش دود رنگی میدمند و بعد حرکت باد، شما هوا رو میبینید که چطور حرکت میکنه و درجه حرارت این ساختمان رو بر ماه‌های مختلف محاسبه کردم. متاسفانه ندارم با خودم. فردا میتونید این کارو بکنید. ندارم متاسفانه. مطالعات دانشگاه چیز هست، دانشگاه امپریال کالج لندن هست، در اونجا کردیم و تمام این آزمایشات و بر اساس اون، یعنی ایده بادگیر ایران کاملا در این ساختمان. واقعا خسته نباشید. فردا با مهندس صحبا خواهیم بود، ادامه میدیم گفتگومون رو. خیلی تشکر می‌کنم. خیلی از محبتتون ممنونم. خسته نباشید. خیلی از واقعا یکی از ثروت‌های انسانی سرزمین ما آقای مهندس صحبا. قربان شما.